این تصویر خندانی که میبینید از رسول زرین، بزرگترین رکورددار تک تیراندازان با 3000 عمل موفق، با لقب شکارچی امام، وحشت آور اعراب. با نام او تمام اعراب خشکشان میزد که الان به یکی از خاطرات های او میپردازیم. رسول در یکی از روزهای زمستانی در کمین بود. گویا فرمانده عراق در حال سخنرانی بود. او چشم فرمانده را هدف گرفت و شلیک کرد. آنقدر آن شلیک تمیز و بی سر و صدا بود که حتی فرمانده ها فکر میکردن از سربازان خودشون شلیک شده و به همین دلیل تمام سربازان خود را علم کردن به این خیال که یکی از سربازان خودشان بوده و بیشتر آن سربازان را اعدام کردند. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. فعلا خدا نگهدار.